وقلیل من عبادی الشکور. یک نفر اینجا پرسیدند که یک معیوبی هست و آیا ما میتوانیم که برای بود کردن کمبودی آن معیوب زکاتمان رو به وی دهیم؟ نمیدانیم که نماز میخواند یا نمیخواند. معیوب فقط صفت معیوب یا بعضی صفت یتیمی را میپرسند. یتیمی اینها صفت اهل زکات نیست اصلا. مگر هم به آن 8 جایی که الله تعالی معین کرده است اگر موافقت کند. معیوبی فقیر باشد. غالبا معیوب ها فقیر میشوند لیکن فقط با این اصطلاح سخن کردن نادرست است. به معیوب ها زکات دهید گفته نمیشد. معیوب اگر فقیر باشد، معیوب فقیر باشد، اما من در نظر دارم آیا نماز میخواند یا نماز نمیخواند نامعلوم است. این را پرسیدند که انیق کند برای آنکه این زکات برای آن آدم هایی که پایبند دین مقدس اسلام است یا خدمت به این دین مقدس اسلام میکند، یعنی به محتاج های مسلمان ها یا به آن شخصانی که مسلمان ها به آنها محتاج هستند، مانند علما و طلاب العلم. و شما چی مثلا نصیحت میکردید به این گونه انسان هایی که مثال با بعضی سبب ها شاید که معلول شدند امروز ها معیوب هستند اما تا حال به نماز شروع نکردند، شاید مشکلی دارند، تهارت کردن را شاید بهانه میکنند. معیوب ها، بیمار ها، اینها باید پرهیزگارترین خلق الله تعالی باشند، به تقوادارترین مرد روی زمین باشند، برای آنکه آنها قدر نعمتی دست و پا، قدر نعمتی سلامتی را دریافت کردند، درک کردند. شخصانی که صحت سلامت هست قدر سلامتی را نمیداند که داند آنها چی داند. مقصد شخصی درست، شخصی صحت عذابی شخصی بیمار را و چی داند قدر پای و قدر دست را، قدر نعمت سلامتی را شخصی سالم نمیداند تا آن روزی که به این درد گرفتار شود. الله تعالی از جمیع درد و مصیبت و مشکلی ها کل مسلمان ها را در عافیت نگه دارد. خلاصه شخصانی که بیمار هستید و نماز نمیخوانید، این مصیبت بالای مصیبت است. یعنی خیلی که گفتیم شما باید شب و روز در نماز باشید. حتی یک استادمون میگویند که یک شب در مسجد نبی صلی الله علیه و سلم، در مسجد نبوی در مدینه منوره، در تراویح اتفاق افتاد که از من پیش یک آدم ایستاده است که یک پای دارد، یک پای ندارد لیکن کرسی دارد، به کرسی تکیه میکند، لیکن عجایبش میگن 20 رکعت را راست ایستاده میخواند با یک پا. حق دارد شیند و اگر شیندن برای او اجری 100% اجری خسته خواندگی هست، لیکن راست داده میخوام. بعد به خاطرم آمد شخصی برجامانده، شخصای برجامانده میگویم که مقصد خسته نمیتونن. بعد میگن گفتم که برجامانده آن شخصی نیست که پای ندارد یا دست ندارد، برجامانده آن شخصی که پای و دست دارد و خواب میرد، نماز نمیخواند. برجامانده هموها هست میگن، یعنی آنهایی که برجامانده هستند و به پهلو تهی کرده و به دیگر طرف نگاه کرده و نماز میخوانند، آنها برجامانده نیستند. بله. و شخصایی که مقصد بیمار شدند، شخصایی که بر سرشان این گونه مصیبت ها آمد، دست و پای خود را از دست دادند یا مقصد معیوب هستند، صبر کنند. این خیر است برایشان، برای آنکه شاید که اگر دست و پای بتون می داشتند امروز ما همراهی دین الله تعالی شاید جنگ میکردند، شاید گناه های عظیم میکردند و بالاخره به آتش دوزخ می افتیدند و ابدی می سوختند. بنابراین شاید الله تعالی برای ایشان این بیماری را داد از جهتی آنکه الله تعالی دوست می دارد. ما گفتیم که گاه الله تعالی نعمت خود را در لباس بلا می دهد، به انسان گو بلا می فرستاند، لیکن وای خیر است. من یرید الله به خیرا یصیب منه، کسی را که الله تعالی نیکی به او خواهد برای او مصیبت می دهد. و به وقتی که آدمی که مصیبت می دهد، تا اینکه برای چی الله تعالی مصیبت می دهد؟ تا اینکه به سوی الله تعالی برگردند، دعا کنند، توبه کنند، بازگشت به سوی الله کنند. وقتی که توبه میکنند، ذکر میکنند، عبادت میکنند،
این خیلی که حضرت سلیمان علیه السلام ما میدانیم که حضرت سلیمان علیه السلام رب هبلی رب اغفرلی و هبلی ملک لا ینبغی لاحد من بعدی، پروردگار گناه مرا بخش و برای من ملکی که بعدی من به آن کس نداده باشی. بینهایت ملکی وسیع داد الله تعالی. بنابراین یک عابد در یک چراگاه ذکر میکرد سبحان الله و بحمده، سبحان الله و بحمده، میگفت که ناگاه سلیمان علیه السلام با یک قالینی که بر بالاش می نشستند و شمال از این کشوری دنیا با اون طرف گرام میرفت. اون زمان ها هواپیما نبوده که سلیمان علیه السلام داشتن. بعد وقتی که با همون قالین و در بالایش با غیر سلیمان اطرافیانشان هست همیشه به زمین فرو آمدن، این بنده الله تعالی تعجب کرد، گفت که سبحان الله، گفت الله تعالی به این سلیمان پسری داوود این قدر مال و ملک داده است. بعد سلیمان علیه السلام گفت یک سبحان الله و بحمده که تو گفتی خیر مما اوتی ابن داوود، بهتر است از آنی که ابن داوود داده شده است. یعنی از ملک سلیمان یک مراتب سبحان الله و بحمده گفته ای تو از ملک سلیمان بهتر است گفتن. بنابراین شما وقتی که در خانه معیوب هستید و به عبادت الله تعالی مشغول هستید، زبانتان به ذکر الله مشغول است، شما دیگه اگر چه خواهیدم گناه کرده نمیتوانید، این نعمت است از جانب الله تعالی و شاید الله تعالی روزی میرسد که شما را شفای کامل دهد. ناامید نباشید. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. و اگر خود نمیدانید از اهل علم بپرسید. از این آیه چنین قاعده برمی آید که اگر انسان چیزی را از مسائل دینی نفهمد باید از عالمان ثابت قدم در علم بپرسد. تفسیر سعدی.